ویدیو کوتاه و اسکرول کردن بی‌پایان، عادت جدید مغز ما. تا الان فکر کردید که این ویدیوهای کوتاه میتونن چه تأثیری روی مغز ما، رفتار ما و حتی تصمیمات ما بذارن و در نهایت میتونن چه مشکلاتی واسه ما به وجود بیارن؟ موضوع این محتوا از جای به مغز من رسید که یه پست 15 ثانیه‌ای گذاشته بودم اینستا و یکی اومده بود زیرش نوشته بود که زودتر حرفتو بزن دیگه، چقدر داره کشش میدی. و من اینطوری بودم که این پست کلا 15 ثانیه است، منظورت چیه؟ این یعنی حتی ما گاهن حوصله نداریم که یه پست 15 ثانیه‌ای رو ببینیم. می‌بینید؟ الان من رویام و امروز منم در مورد تاثیر محتوای کوچیک و اسکرول کردن روی مغزمون، نحوه رفتارمون، اینجور چیزا باهاتون صحبت کنم. باشد که همه ما از تاثیرات مخرب سوشال میدیا هم آگاه شیم. خب آقا، برای موضوع امروز من دوباره اومدم چند تا مقاله خوندم که منابعش اینجا براتون میذارم که اگه دوست داشتید خودتون هم برید مطالعهشون کنید. اول از همه بریم سراغ این که این ویدیوها چطوری و چرا میتونن روی نحوه تصمیم گیری ما تاثیر بذارن. اولین دلیل، کاهش توجه پایدار. آیا شما تا حالا از انجام دادن کارهای طولانی تفره رفتید؟ مثلا دیدید وقتی که زمان یه ویدیو توی اینستا زیاد میشه ما سریع اسکیپش میکنیم، گاهن حتی سیوش میکنیم و به خودمون میگیم که خب حالا من بعدا برمیگردم اینو میبینم، ولی خودمون هم میدونیم که ما هیچ وقت قرار نیست که بعدا برگردیم اونو ببینیم. یا حتی شده یه فیلمو خیلی دوست داریم ببینیم ولی فقط به خاطر اینکه مثلا 2 ساعته اینطوریم که 2 ساعت من میخوام 2 ساعت بشینم فیلم رو ببینم، یعنی تفره میریم از انجام دادن کارهایی که ممکنه زمان بیشتری رو از ما بگیرن. حالا این زمانی زیادی که میگم گاهی اوقات میتونه فقط یه ویدیو 1 دقیقه توی اینستا باشه. و موضوع همینه، ما چون که مغزمون رو عادت دادیم به انجام دادن کارهای کوتاه و دیدن محتواهای 30-40 ثانیه‌ای، 15 ثانیه‌ای، حتی دیدن یه ویدیو 1 دقیقه‌ای هم برامون زیاده. برای همینه که گاهی اوقات یه فیلم، یه کتاب، یه پادکست رو نصف رها می‌کنیم و اسکیپش می‌کنیم و میریم سراغ اکسپلور گردی. چرا؟ به خاطر اینکه مغز ما به دیدن محتواهای سریع و کوتاه عادت می‌کنه و توانایی تمرکز خودش رو روی کارهای طولانی مدت که نتایج بهتری داره رو از دست میده. نتیجه، مطالعه، کار عمیق یا تمرکز کردن روی یه موضوع به شدت برامون سخت میشه. خصوصا من که سوشال میدیا منیجرم و کل کارم توی سوشال میدیا، توی اینستا، توی یوتیوب و اینجور چیزها، خیلی سخت میشه برام تمرکز کردن. و آره، جدیدا متوجه شدم که دلیل اینکه دیگه نمیتونم مثل قدیم انقدر متمرکز باشم همین ویدیوهای کوتاه، مغز منو داره گول میزنه. دلیل دوم، اختلال در حافظه و یادآوری اهداف. تحقیقات نشون میده که ما با اسکرول کردن مداوم داریم اون حافظه آینده نگرمون رو تضعیف میکنیم. حالا یعنی چی؟ احتمالاً براتون پیش اومده که شما مثلا می‌خواستید برید توی آشپزخونه یه لیوان آب بخورید، بعد میرسید به آشپزخونه و اینطوریه که من اومدم اینجا چیکار کنم؟ میدونید، یعنی یادتون نمیاد که دقیقاً می‌خواستید چیکار کنید. یعنی که مغز در به خاطر سپردن کاری که قرار بوده انجام بده ضعیف میشه. 3. شرطی شدن سیستم پاداش مغز. هر ویدیو مثل یه پاداش سریع برای مغز شما و ما با اسکرول کردن مداوم مغزمون رو به پاداش‌های سریع و فوری داریم عادت میدیم و اینطوری مغز ما به لذت فوری و کوتاه مدت شرطی میشه. و این دلیل مهمیه. چرا؟ دیدید خیلی وقتا حاضر نیستیم که کاری که سخت‌تر هست رو انجام بدیم حتی اگر که برامون سود بیشتری داشته باشه. مثالش، خیلی وقتا از اینکه بیایم پیج خودمون رو بزنیم و کسب و کار خودمون رو استارت بزنیم یا روی یوتیوبمون کار کنیم تفره میریم، هی عقب میندازیمش، چون که مغز ما داره تفره میره از انجام دادن یه کاری که سخت تره حتی اگر که بعد این مدت برامون سودمندتر باشه. اینو براتون مثال زدم که متوجه شید چقدر یه اسکرول کردن به ظاهر ساده میتونه ابعاد مختلف زندگی ما رو اینطوری در بر بگیره. متاسفانه. 4. تضعیف عملکرد اجرایی مغز. توی مقاله که من خوندم میگه که مصرف زیاد ویدیوهای کوتاه باعث ضعف در خودکنترلی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های منطقی میشه. که حالا من توی ویدیوی قبل هم توضیح دادم که چه عواملی باعث میشه که ما بیایم توی رسانه‌ها تصمیم‌گیری احساسی داشته باشیم نه منطقی. یعنی از تصمیمات سریع‌تر، احساسی‌تر و کم عمق‌تر میشه. و دقت کنید که این تصمیم‌گیری‌ها فقط برنمیگرده به نوع رفتارمون توی سوشال میدیا، برمیگرده به نحوه رفتار ما با دوستامون، عزیزامون، کارفرمامون، همکارامون و خلاصه همه چیز دیگه. 5. خستگی تصمیم‌گیری و پردازش سطحی. یعنی مغز ما دائما در حال انتخابه که آیا این ویدیو رو ببینه یا ردش کنه و متاسفانه این باعث میشه که مغز ما به جای تحلیل کردن به واکنش‌های سریع عادت کنه و همین باعث میشه که ما نتونیم که یه تصمیم ساده رو خودمون بگیریم. دیدید گاهی اوقات مثلا با یکی از همکارامون به مشکل می‌خوریم و اینطوریم که فلانی اینو به من گفت، من الان چی میتونم بهش جواب بدم؟ و حتی ما گاهن نمیتونیم یه جواب خوب اون لحظه پیدا کنیم به طرف بدیم. چرا؟ چون مغز ما عملاً دیگه نمیتونه تحلیل کنه، نمیتونه تصمیم منطقی بگیره و اون موقع جواب خوب بهش بده. بعد ما به جای اینکه خودمون فکر کنیم که میتونیم چه جواب بهش بدیم، میریم از چت جی پی تی میپرسیم. چت جی پی تی من فلان مشکل رو با همکارم دارم، الان چی بهش جواب بدم؟ خودت فکر کن. یوز ایت. تو پرانتز بگم که چون خودم یه مدت اینطوری بودم، دارم میگم من خودم یه مدت خیلی در ارتباطاتم به مشکل خورده بودم و هر کاری که می‌خواستم بکنم میرفتم از هوش مصنوعی کمک می‌گرفتم و به این نتیجه رسیدم که هوش مصنوعی داره سیستم هوش واقعی خودم رو تضعیف میکنه. درسته که دستیار خوبیه و خیلی جا میشه ازش کمک گرفت، ولی نه اینکه دیگه بذاری اونجای تو فکر کنه. you know. آره، بریم سراغ مورد بعدی.
و بله رسیدیم به قسمت نتیجه گیری. به طور خلاصه اینکه صبح تا شب وقتمون رو توی اکسپلور بگذرونیم این آسیب‌ها رو میتونه به ما وارد کنه. 1. توجه رو کوتاه و سطحی میکنه. 2. حافظه رو تضعیف میکنه. 3. مغز ما رو به پاداش فوری معتاد میکنه. این وسط یه چیزی هم تو پرانتز بگم. ببینید این مقالات نمیگفتن که ویدیوهای کوتاه ذاتاً بدن، بلکه میگه که الگوی نادرست از این محتواست که به ما آسیب میزنه. حالا راهکارش چیه و چطور میتونیم تاثیرات مخربش رو کمتر کنیم؟ 1. محدودسازی آگاهانه، یعنی بیاید برای خودتون مشخص کنید که دقیقاً از کی تا کی چه محتوایی ببینید. بیاید یه زمان خاص رو اختصاص بدید به اسکرول کردن و دیدن ویدیوهای کوتاه توی اینستا و به نظرم همون هم هدفمند باشه. پس بنابراین هم میتونید بیاید یه کمی محدودتر کنید تایمتون رو، همین که اگر که میخواید برید توی اکسپلور برای خودتون مشخص کنید که من به چه دلیل الان دارم میرم توی اکسپلور. من مثلا میخوام برم که آقا محتوای پیج فلانی رو ببینم، من میخوام ایده محتوا پیدا کنم، من میخوام مثلا آقا برم ویدیو فان ببینم. میدونید هدفتون مشخص باشه. 2. تمرین توجه عمیق. حالا یعنی چی؟ یعنی یه تایمی رو برای خودتون در نظر بگیرید و اون تایم رو اختصاص بدید به انجام دادن یه کار عمیق بدون اینکه قطعش کنید. مثلا 1 ساعت مطالعه بدون قطع شدن. اگر هم که براتون سخته از تایم کوچیک شروع کنید، مثلا نیم ساعت مطالعه بدون قطع شدن، یا انجام کارهای تک وظیفه‌ای که بهش میگن سینگل تاسکینگ. و یکیش هم که احتمالاً خیلی به گوش هممون آشناست و نمیدونم چرا انجامش نمیدیم، مدیتیشنه. 3. حذف اسکرول‌های بی‌پایان در زمان‌های حساس. حالا یعنی چی؟ یعنی که یه تایمایی مثل صبح زود، شب قبل از خواب و قبل از انجام کارهای مهم اصلاً و ابداً دیگه اسکرول نکنید. تموم کنید اینستا رو. اینکه گفته میشه که این زمانا بیشترین اثر شرطی سازی رو دارن. 4. جایگزین کردن پاداش فوری با پاداش معنادار، مثل ورزش کردن یا یادگیری یه مهارت جدید. در اصل شما با انجام دادن این کارها میرسید به یه نتیجه‌ای که اون نتیجه میتونه برای شما اثر بخش باشه و یه جورایی میتونه سیستم مغز رو باز تنظیم کنه. 5. مصرف فعال به جای مصرف منفعل. یعنی که همونطوری که گفتم شما وقتی که میرید تو اکسپلور سعی کنید که یه محتوایی هم که میخواید برید ببینید هدفمند باشه، نه واکنشی. یعنی از شما انتخاب کنید که اون محتوایی هم که میخواید ببینید مرتبط با چی باشه، نه اینکه اجازه بدید که اکسپلور برای شما تعیین کنه که چی قراره ببینید. خب آقا این بود داستان ما. اگه دوست داشتید کانال منو سابسکرایب کنید و نظرتون هم برام بنویسید.